میکاکو سوگواره 41 ساله از جزیره هوکایدو ژاپنیا 2.5 سال باز در شهر خوارزم ازبکستان زندگی میکند. من 2017 yıl yanvarıdan Japonya'dan kirim burip geldim. 2 ayımı من اینجا ماه ینوری سال 2017 عروس شده اومدم. شرایط در ژاپن خوب است. در ازبکستان کمی وزنین‌تر. ولی من در اینجا اویله دارم و خوشبخت هستم. Fakat şarait tamam ki şundan taşkari ki mas böyle de baftori yaşayapmiz. میکاکو سوگواره 10 سال پیش به واسطه یک برنامه دولتی برای تکمیل اختصاص به تاشکند رفته بود و در بیمارستان تجربه میانداخت. همان شب و روز استاد نوربگ روزیمدوف در دکانی در پایتخت ازبکستان کار میکرد و ناگاه سوختار سر زد و در بین آتش ماند. 65% بدنش سوخت. نوربگ را به بیمارستان آوردند و او تحت مراقبت میکاکو سوگواره قرار گرفت. بارگن کنمدن من احوالمو көрген bilgan. از روزی که به شفاخانه رفتم احوال من را دید و نگاه و بین من سر کرد. فشار خونم را سنجید، خوراک میداد، آب میداد. بعدی به پا خستن نوربگ روزیمدوف به زادگاهش خوارزم برگشت و میکاکو سوگواره به ژاپن. اما بیش از 6000 کیلومتر دوری رشته محبتی را که در بیمارستان بین بیمار و پزشک به وجود آمده بود کندن نتوانست. نوربگ به واسطه نزدیکانش میکاکو را در اینترنت جست و یافت. سوگواره سال 2016 هم به ازبکستان رفت و سال 2017 هم توی آنها برپا گشت. در تاریخ خوارزم بار اول است که یک ازبکستانی با شهروند ژاپن ازدواج کرده است. حاصل این ازدواج پسری شد که نامش را نجات گذاشتند. به خاطر نجات نوربگ روزیمدوف از بین آتش و نجات عشق استاد خوارزمی با زن ژاپنی.